سلام بچه ها، من امیرحسین هستم. سلام بچه ها، منم محمدم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. خب بچه ها، ایده امروزم خدای خوبه باله قراره که بریم با هم توییت های ایرانی رو بخونیم. توییت های بسیار سم میان. آره، توییت های سم و توییت های اصیل و کلن کسایی که توییت میذارن بعد یه سری کامنت سم واسهشون میاد، کلن قراره اینجور چیزا رو بخونیم و اینکه محمد به بچه‌ها بگو که چند رو فلان کنن. آره دیگه سر هر ویدیو داریم میگیم. آره. دیگه حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن بیاد و از ویدیوها با خبر بشید. دیگه بزنید بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب محمد، بریم واسه اولین توییت ببینیم چیه. میگه که وقتی زن حامله فضایی ویار میوه میکنه یارو با چیز فضایی میوه خرید. آره. یه کامنت هم واسش گذاشتن خانم شنیا، گفته که وقتی میخوای بری فضا زنت میگه میوه هم بخر سر راه. بریم سراغ توییت بعدی. گفته آخر فیلم های ترسناک اونی که از دست قاتل نجات پیدا کرد کنار آمبولانس. خیلی فیلم های ترسناک و فیلم های اکشن. آره. اینا اصلا یارو داشته یه وزنه سنگین میافتاده روش، بعدا نجاتش دادن، اومده اینجا همینطوری میشینه. بعد توییت بعدی دیگه این توییت ها کامل نوشته وقتی برای اولین بار جلوی خانوادت میبوسیش این ست میکنن همه. توییت بعدی رو گفته وای چه حقیه، قطعا همینه، چیزی که به نظر میاد چیزی که واقعا است. پشت لباسا یه سری آرم هسته. این پشت لباسی من مثلا هست دقیقاً داره واقعا انگار کاکتوسه. خیلی ناجوره هستن. خب این همون توییت هایی که بعدش یه کامنت سم بلافاصله میاد. آره، نوشته که یه عکسی گذاشتن خانم آتنا، گفته که اون کیه که با اولین پولی که دستش میاد میره یه دنیا کیک و شکلات میخره. یه احمق. حالا نوشته که بله من. بعد یکی اومده نوشته مهدی جیزد اومده گفته که اون کیه که اولین نفر دیابت میگه. بله تو. این خیلی احمق دیگه. چرا خیلی یا دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. یه احمق. من نمیرم اونقدر بگیرم یه. این یه فیلم از خونه شما قشنگ. آره. یه احمق. اون که 100% یه دونه فلک با خونه ما بگیریم. توییت بعدی گفته از وقتی فهمیدم جمون به علت افسردگی بازیگری رو گذاشته کنار و فقط به بچه داری مشغوله دیگه اون آدم سابق نشده. بعد کامنت گذاشتن نوشته که مگه خانواده سلطنتی نباید فقط ریش پروفسوری بذارن. جمونگ هم افسرده شد. این که ایران زندگی نمیکنه این چرا افسرده؟ همش تقصیر سوسانوئه که ولش کرد. من هیچ وقت نشده بشینم جمونگو کامل ببینم، هیچ وقت تو زندگی. ببین من اونا از چیزایی که توی ایران کامل نشون داده میشه زیاد مختارنامه رو کامل نگاه کردم. من مختار رو نه کاملش رو نگاه نکردم، ولی خب اینو یوسف پیامبر رو هیچ وقت کامل نگاه نکردم. نه هیچ کدوم کامل نوشته که مهم نیست که چقدر خوبی تا زمانی که جای اشتباه باشی ارزش نداری. یه میبینی که ماشینای خفن و لامبوره و یه بدین فایده ای نداره. ناراحت شدم. ابراز پشیمانی. آخ این خداست. این آقا یه حقیقتی رو بگم، چند شب پیش محمد اینو واسه من فرستاد، گفت اصلا یه ویدیو بذاریم مختص به همین. آره اصلا که یه مثل یه جوونی توی یه شهری یادم نیست کدوم شهر مرده و سنگ قبرش آیفون گذاشتن. کامنت های مردم واقعا سمه. یکی نوشته که داداش این ریشه سرم میشه اصلا درجه یک. یکی نوشته امواتی که این سنگ انتخاب میکنن در جریان باشن که در سالهای آینده iOSش آپدیت نشه هیچ گونه فایده و سلامتی براشون سم نمیشه. وای عالیه. نوشته فکر کنم فلشش رو روشن کنی نور به قبرش میمانه. نوشته سنگ قبر فقط شیائومی. وقتی میگن آرزوی آیفون رو با خودت به گور میبری. این که نوشته داشت فلش کنیم دوباره به دنیا میاد.
بابا این خیلی بده، با اینکه حالا طرف بنده خدا چیزیه ولی کامنت های سم، اصلا مردم سم میدن. اصلا مردم توی توییتر بی‌نظیرن. اصلا باید یه دونه ویدیو راجع به همین کامنت ها فقط بذاری، توییت ها رو بذاری، یعنی فقط کامنت بخون. خب ما بریم ویدیو بعد. توییت بعدی میگه که موجی و چشمای بچه شطور از کل زندگی من خوشگل‌تره. وای آهو مگه نبود چشش قشنگ بود؟ چرا شطور چشش قشنگ شد؟ شطور طوله شد. چی میگم به بچه شطور؟ طولش‌تر؟ طول اشتر. طول اشتر مگه؟ نوشته اینو تو زیر زمین پیدا کردم شکستم خوردمش. یعنی مرزهای بی‌اعتقادی به این مسائل رو جای جابجا میکنه این آقا. توییتر بعدی نوشته موقعیت مامان بابات رفتن مسافرت. کیتکت رو گذاشته رو میتوفتون. یکی دیگه کامنت گذاشته اسهال در کمینه. چرا چیز خیلی بدی نیسته. چرا دیگه چیز قابل خوردن نیست که نخوریم بهتره. قابل خوردن که هست، نخوریم. نوشتن من که با گشنگی رفتم خرید بستنی رو همونجا باز کردم تو صف نون بودم یهو دیدم خیلی گشنم بستنی رو با نون بربری خوردم. میگه که تسلیت میگم ای مام میهن. نوشته که مامان چطوری برنج بپزن. نوشته 2 تا لیوان آب بذار روی گاز جوش بیاد. بعد 2 تا لیوان آب گذاشته روی گاز که جوش بیاد. نوشته بعد از آشپزخونه گم شد. این خداست، این اصلا بر خدا بود. واقعا من نمیدونم، من خودم آشپزی خفن میکنم. امیر آشپزی میکنه. یه بار تو چنل واسهتون حالا یه ولاگ خفن میزنیم. امیر آشپزی مشتی بده، پیتزا بزنه. آره. خب دوستان مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره قبل از هر چیزی اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید که به محض آپلود ویدیوی بعدیمون یعنی ویدیو جدید با خبر بشید. محمد حرفی، چیزی، سخن آخری، کلامی؟ خیر دیگه سخنی نیست. پس تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.